دو کشور دارای سلاح هسته‌ای، پاکستان مسلمان و هندوستان که در قلمرو هندوستان تقریباً بین 200 میلیون مسلمان زندگی می‌کند، حالا در آستانه جنگ قرار دارد. با وجود آنکه وضعیت بسیار خطرناک است، رسانه‌های خارجی آن را درست نمی‌کنند. جامعه بین المللی بغیر از چند کشور که گاهی چیز میگویند هیچ فشار نمی‌آورند که هندوستان آرام شود. این در حالی است که واقعاً خوف سر زدن جنگی کلان وجود دارد. حکومت افراطی هندوستان پاکستان را گناهکار می‌کند که گویا در حمله در کشمیر اشغال شده که تحت نظارت هندوستان است دست دارد. در این حمله 26 نفر کشته شدند. بجز یک ساکن محلی همه قربانیان سیاحان هندی بودند. هندوستان زود گفت که حمله را یک گروه مسلح انجام داده است که گویا با کمک پاکستان در کشمیر فعالیت می‌کند. آنها گفتند که گروه با نام فرانت مقاومت حمله را انجام داده است. این گروه سال 2019 پس از آن تشکیل شد که هندوستان مقام خاص و مستقل کشمیر را بیکار کرد. اما خود گروه بعد چند روز در بیانیه اش گفت که حمله را آنها نکردند و حساب‌های رسمی آنها در اینترنت را دیگران هکری کردند، یعنی آدمان ناشناس به آن وارد شدند و از نام آنها سخن گفتند. حکومت پاکستان نیز گفت که به این حمله علاقه‌مندی ندارد. حالا با زیاد شدن عملهای زورآورانه هندوستان نسبت مسلمانان کشمیر روشن شده است که مقصد از بین بردن مسلمانان از این منطقه است، مانند آن چیزی که اسرائیل در غزه می‌کند. از این گونه عملها به نظر می رسد که هندوستان کار و رفتار اسرائیل را آموخته است. در غزه قریب 2 سال است که قتل عام و اشغال ادامه دارد و حکومت اسرائیل آشکارا می گوید که می خواهد تمام فلسطینی ها را از آنجا برآورد. حالا در میان دو دولت هسته‌ای که نزاعشان سخت می شود، حکومت هندوستان با مسلمانان کشمیر مانند اسرائیل رفتار می کند. در یک هفته اخیر در شهر کوپوارا تقریبا 1900 نفر کشمیری دستگیر شدند. یک مرد کشمیری در وقت هجوم به خانه‌اش کشته شد. در یک درگیری ساخته برادر یک جنگاور گروه مقاومت را کشتند. همچنین تقریبا 10 خانه ویران کرده شد. در برابر این زورآوری علیه مسلمانان کشمیر که در دیگر شهرهای هندوستان زندگی می‌کنند زیاد شده است. اکثر وقت خبر می‌رسد که آنها را لطوکوب می‌کنند، تعقیب می‌کنند و به گناه همه را یک جای جزا می‌دهند. در شبکه‌های اجتماعی هندوستان هندوها طلب دارند که با کشمیر مثل غزه مناسبت کنند. حتی بعضی‌ها می‌خواهند که پاکسازی قومی انجام داده شود. فراموش نکنیم که هندوستان و اسرائیل همکاری زیچ و سخت در مسئله‌های نظامی و ضد مسلمانان دارند که این همکاری‌ها اساساً بر ضد فلسطینی‌ها و کشمیری‌ها روانه شده است.